بینندگان عزیز، با اولین دیت تاریخی در خدمت شما هستیم. سمت راست تصویر عمو شاپور و سمت چپ تصویر والریان رو داریم. از عزیزان میخوام خودشون واسه بیننده‌های توی خونه معرفی کنن. درود خدمت همگی، والریان هستم. درود به همگی، شاپور اول ساسانی هستم، پادشاه ایران شهر. خب قبل از هر چیزی ازتون خواهش میکنم تحصیلاتتون رو بگین. عزیزم من دوست دارم ادامه تحصیل بدم. اگه شاپور از من بکشه بیرون امسال فوق لیسانس هم میگیرم. چه زر میزنه بابا ترانی، خودش برم میشه هی میاد سمت تیسفون، منم شمشیر میکنم توشان. برو یه جا دیگه درس بخوان. بعد اصلا الان دیگه اصلا مدرک تحصیلی مهم نیست توی دوره زمان. الان آمادگی جسمانی مهمه که تو داری درد به قلبم. دیوانه بازیات بد شری دستم داد. دوستان از بس خارج نشین یه لحظه. عمو شاپور تحصیلاتت بگو. از پشت پرده اصلا بوت مخرب بشم، نازت خریدار داره، دردت به قلبم. فوق تخصص جر دادن دشمن دارم، رتبه 1 دانشکده تیسفون. خب حالا میخوایم یه خورده بحث جذابتر و جنجالی ترش کنیم. چه کار کنه کنسله، ازم کار بکشه کنسله. به گیست داردکم پربند شوشتر تمام نکنینام خودم همه تانه میفستم آغوش جوپیتر. خب دوست دارم کنم. ببین شاپور چقدر خشنه. بابا اردشیر من ندیدی، دردت به قلبم. الان همه خشن دوست دارن به اهورا مزدا قسم. اما شاپور بدش که یه لحظه فکر کنین الان رابطتون شروع شده، توی رابطه رمانتیک قرار گرفتین. اولین جای عاشقانه و زیبایی که دوتایی دوست دارین برین کجاست؟ دستشم محکم میگیرم، دستم میبرمش پربند شوشتره بسازه. خب شاپور عزیزم الان کجاش عاشقانه بود؟ این 100% کارگری و حمالیه. خب با عشق بساز، دردت به قلبم، ناراحتی نداره که. نمیشه که دست تنها خیلی سخته، خیلی بزرگه. خب یه 30-40 هزار تا از سربازاتم اسیر میکنم میدم با خودت ببر، دست تنها نباشی، زود تمام شد دور همی جمعش کنین. برو بابا اینطوری نمیشه. اصلا من میخوام برگردم برم خانمان. دو دف تا پروژه‌های شوشتره تمام نکنم مهمان خود من. اما شاپور خواهش میکنم زیاد حرارتی نشین، هیجانش خیلی دیگه زیاد نکنین. یه لحظه اجازه بدین. توی رابطه دوست دارین کجا با پارتنرتون برین که یه خاطره فراموش نشدنی بشه براتون؟ یه جای خوشگل، سرسبز، باحال، کنار رودخانه، پر از گلای رنگی، پروانه، پرنده، صدا، جان سایش میفته رو پرده، ولی اینطوری 50 تو 50 اینطوری دستاشم میگیرم، دستاتم میگیرم، اینطوری با هم دیگه میریم شیراز، میدم رو نقش رستم، کتیبه جفتمون 10 در 10 بتراشن، درد به قلبم. یا نگاه کن، یا میخواد ازم کارگری بکشه یا میخواد بده کتیبه ما بتراشن. این چه مسخره بازی؟ اصلا من نمیخوام. میرم از همتون شکایت میکنم به دلیل آزار روحی و نمیتونم به شتون بقیه شدم. والریان بیا قر نکو. 5 رقم نمیتونن یه دانه دیت وایسیا با شما. برش کن نگران نباش، منارلیل ساسانی بیرون استودیو وایسادن جلوشم میگیرن. برو گوردیانوس یا فیلیپ بیار با اونا دیت بذاریم. چش عمو شاپور حتما هماهنگ میکنم. میگم من برم اینم ماچش کنم، از درش در بیارم، بفرستمش بره شوشتر، کار ساختمانیمون تعطیل میشه ناموسن ها. میگم تو قیافت خیلی برام آشناست. خاکدم عمو شاپور، چاپارم کره چاپار. کره دردت به قلبم چاپار. شب کاخمان خالیه، والریانم میارم میگم بگه یک از دوستاشم بیا، تعطیل کردی بیا کاخمان. دمت گم ناموسم. بگو عکس دوستش برام اول بفرست، شاد خوشم نیامد. جمع کنیم من امشب برنامه دارم.